تفسیر آیه‌ای از سوره یونس از سید احمدالحسن علیه السلام. گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی علیه السلام. نام کتاب تفسیر آیه‌ای از سوره یونس. نویسنده سید احمدالحسن علیه السلام. ویرایش ترجمه دوم. معرفی کتاب تفسیر آیه‌ای از سوره یونس علیه السلام. موضوعات مطرح شده در این کتاب: چرا ایمان فرعون حتی پس از اقرارش مورد قبول واقع نشد؟ چطور می شود خداوند ایمان کسی که اظهار به ایمان می کند را نمی پذیرد؟ ایمان در چه زمانی پذیرفته است؟ آیا با دیدن معجزه نیز ایمان افراد مورد پذیرش قرار می گیرد؟ فرعون در چه زمانی به خدای موسی علیه السلام و خدای بنی اسرائیل اقرار کرد؟ بعضی از مدعیان علم قائلند که او به هنگام غرق شدن جمله اقرار به ایمانش را گفته است: ایمان آوردم که هیچ خداوندی جز آن که بنی اسرائیل به آن ایمان آورده اند نیست و من از تسلیم شدگانم. مخاطب کتاب: هر انسان منصفی که می‌خواهد در اندک مجالی تفاوت علم حقیقی و اخلاق الهی را با مدعیان بی‌ادب علم توهمی درک کند، بیدرنگ کتاب تفسیر آیه‌ای از سوره یونس علیه السلام را با دقت مطالعه نماید و با کمی تدبر در حکمت و تفسیر حقیقی کتاب خدا به همراه اخلاق ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم وصی و فرستاده برحق امام مهدی علیه السلام را بهتر بشناسد و در جهت یاری او قدم بردارد. برخی دیگر از فایده های این بررسی برای خواننده محترم، به خصوص برای شخص مسلمان و شیعه، این است که بلافاصله از سوی مقابل چهره زشت مخالفان دعوت مهدوی، همانها که فرائضی در لباس دین هستند، نمایان می شود. جهل آن عالمان بی‌عمل آخرالزمانی، همانهایی که همانند اجداد سلفشان به دنبال مکر و کینه‌توزی با آل محمد علیه السلام هستند، به خوبی آشکار می شود. این کتاب در چه شرایطی نوشته شده است؟ محمود سرخی در نوشتاری عبارتی را از کتاب روشنگری از دعوت فرستادگان سید احمدالحسن علیه السلام می آورد که در رابطه با عدم پذیرش ایمان به هنگام دیدن معجزه مادی قاهره است که البته ایشان علیه السلام در آنجا از عدم پذیرش ایمان فرعون به عنوان شاهد مثال سخن به میان آورده و در مقام بیان تفسیر آیه قرآن نبودند. سرخی در تلاشی بی‌ثمر با بیان همین بخش از کلام برای انحراف مطلب سید یمانی علیه السلام بسیار می‌کوشد تا با برداشت‌های غلط و بی اساس خود مخاطب را از حقیقت دور کند و نظرات فاسد خود را به مخاطب تحمیل کند. او همانند کسی است که با دروغ پردازی می‌خواهد نور خدا را با دهانش خاموش کند. از همین رو عین مطالب گفته شدهش توسط سید یمانی علیه السلام ذکر می شود تا مورد نقد و بررسی عالمانه قرار گیرد و ناتوانی علمی مدعیانی چون سرخی در مقابل علم بی‌نظیر جانشین امام مهدی علیه السلام بیش از گذشته روشن شود. کتاب تفسیر آیه‌ای از سوره یونس علیه السلام در سال 1429 هجری قمری به قلم مبارک سید احمدالحسن علیه السلام به مرحله نگارش درآمد و همچون مناظره کتبی کوتاهی است که تفسیر حقیقی قرآن آیه 90 سوره یونس برای همگان در مقایسه با گفتار پوچ دیگران به خوبی سنجیده می شود، چرا که خداوند علم تفسیر آیاتش را فقط در سینه حجت‌های معصومش قرار داده است. الحمدلله علی نعمت ولایت محمد و آل محمد علیهم السلام.